یه تیم تحقیقاتی تو قطب جنوب یه چیزی پیدا کردن که شاید میلیون‌ها سال دست نخورده بود. آنتارکتیکا تو دلش دریاچه‌های پنهان زیادی داره، مثل دریاچه وستوک که بیش از 20 میلیون سال از جهان بیرون جدا بوده. طبق افسانه قدیمی زمانی که دانشمندان تونلشون رو به آب‌های این دریاچه رسوندن، با یه هشت‌پا روبرو شدن که 14 تا بازو و 10 متر طول داشت. اون موجود حتی چند تا غواص هم از بین برد و بعد توسط دولت مخفی شد. اسمش ارگانیسم 46 بی بود، اما ترسناکترش اینجاست. تو سال 2023 دانشمندان یه موجود واقعی پیدا کردن که به طور عجیبی شبیه همین افسانه بود. ستاره پر توت فرنگی آنتارکتیکی، موجودی چند شاخه با ظاهر کاملا فرازمینی. زمانی که کوه یخ عظیم A84 از قاره جدا شد، پژوهشگرا پشت اون اکوسیستمایی کاملا منجمد و یافتن همراه با جونورای قدیمی. تو سال 1997 یه صدای عجیب ضبط شد. بلوپ. غریبه ترین صدا در اقیانوس. فکر می‌کردم مال یه موجود با بیش از 70 متر طوله و بعد تو آوریل 2024 رادارها یه شی عظیم رو ردیابی کردن که از زیر یخ‌های قطب جنوب بیرون میومد. به سمت آفریقا حرکت کرد و 2 روز بعد کاملا ناپدید شد. یادمون نره ما انسان‌ها از ماه بیشتر نقشه برداری کردیم تا از اقیانوس‌های خودمون.